با سلام به همگی، روز شما بخیر. در هر کجای دنیا که هستید شاد و سرحال باشید. من شکرالله هستم، در کشور سوئد زندگی میکنم. چند سالیه که برای خودم یه شرکت تاکسیرانی باز کردم و قبلش هم رستوران داشتم. ولی دوستان، کار تاکسی و رستوران یا کارهای دیگه کارهایی هستن که سرمایه زیاد میخواد برای استارت این کار، برای شروع این کار. و در واقع خود کسی که صاحب این کار هست، این شرکت هست، باید 2 برابر 3 برابر پرسنلش کار کنه. به خاطر همین من یه مدتی حدوداً 1 سالیه با یه روش درآمد از طریق اینترنت آشنا شدم که مدت زیادی تحقیقات کردم که آیا این جواب داره یا نداره، و بعد متوجه شدم که یه سری، البته خیلی از ایرانی‌ها، اکثرشون هم که تحصیلات بالا دارن، اومدن توی این کار، این روش درآمدزدایی، و پول خوبی هم دارن در میارن و کاری اونچنان زیادی هم انجام نمیدن. یعنی یه دونه موبایل دارن، یه لپتاپ دارن که اینترنت بهش وصله. شما در هر کجای دنیا باشید میتونید کار کنید با این سیستم. و خیلی ها رو من میبینم که شغل اصلی خودشونو دارن و علاوه بر اون دارن این کارم در کنارش انجام میدن و خودشون هم اینجوری میگن. من خودم الان همین ایده منم همینه که الان من خودم تاکسیرانی خودم رو دارم، این کارم دارم در کنارش انجام میدم. خب یه درآمد زیادی اضافی دارم در میارم، به علاوه این که شغل خودم هم دارم و نمیخوام زیاد به خودم فشار بیارم با این کار، با کار تاکسیرانی. زمانی که ساعتهایی که مشتری زیاده کار میکنم، ساعتهایی که مشتری کمه میرم از طریق اینترنت با لپتاپ من یا از طریق موبایلم با این روش اونلاین کار میکنم و پول خوبی هم میدن، به دلار میدن، دلار آمریکا. من بهتون پیشنهاد میکنم اگه انسانایی هستین که دوست دارین زندگیتون رو تغییر بدین و جرأت اینو دارین که بیاین یک کار متفاوت انجام بدین، این کاری که من دارم میگم برای شما به درد میخوره. زبان انگلیسی هم باید در حدی بلد باشین که تمام چیزاش به زبان انگلیسیه و متاسفانه این کاری که من میگم، این روش اونلاین توی ایران و افغانستان جواب نداره. خب دوستان، هر جا که هستید شاد و سرحال باشید. بعد میتونید به من میل بدید، اسمتون و میلتون رو برای من ارسال کنید تا من بهتون اطلاعات بیشتری بدم. شب و روزتون بخیر هر کجا که هستید. خداحافظ.